سلام عرض میکنم، منصوری هستم. یک بار دیگه این توفیق نصیب من شد تا مهمان شما باشم و با مبحث دیگری از مجموع مباحث تحلیل بنیادی خدمت شما باشم. در این جلسه میخوام راجع به سرمایه‌گذاری به طور عام و سرمایه‌گذاری در بازار بورس به طور اخص صحبت کنم از منظر دیگری و برای این جلسه و برای این کار از نماد فامیلی به عنوان کیس مطالعاتی و به انتخاب شما و درخواست شما استفاده خواهیم کرد، اگرچه تلاش ما بر اینه که با دیدی آموزشی به نحوی بیان بشه که شما خودتون بتونید سایر نمادها رو هم با همین شیوه مورد مطالعه قرار بدید. اگر این جلسه رو احساس کردید که کمی سنگین و ثقیل هست، لطفاً این جلسه رو تا آخرش مشاهده بفرمایید. حتی اگر درک نکنید، حداقلش اینه که دانشتون رو فکر می‌کنم بتونه افزایش بده، ارتقا بده. و اینکه از پلتفرم فیبو می‌خوام درخواست بکنیم و می‌دونیم که در دستور کار داره که همین مباحث رو که می‌خوام خدمتتون ارائه بکنیم به یک شکلی به صورت اتومات در اختیارتون قرار بده تا راحت‌تر بتونید با اعداد و ارقامش کنار بیاید و نمادهای مورد نظرتون رو انتخاب بفرمایید. اما اجازه بفرمایید یک مقدمتاً یک مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. شرکت‌های سرمایه‌گذاری که میخوان راجع به یک پروژه یا طرحی اقدام بکنن، اولین کاری که انجام میدن اینه که کارشناسانشون رو جمع میکنن و ازشون میخوان که این پروژه چقدر سودآور هست. میزان سودآوری این شرکت‌ها براشون اهمیت داره و یکی از پارامترهایی که کمک میکنه به تشخیص سودآوری این شرکت‌ها پارامترهایی از قبیل IRR و چند تا پارامتر دیگه هست که کمک میکنه و حتی نرخ بازگشت سرمایه کمک میکنه که ما تصمیم بگیریم این پروژه آیا اقتصادی هست یا خیر. همه این پارامترهایی که خدمتتون عرض کردم، مفهومش و خیلی خلاصش بازاریش اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که من اگر قرار باشه 100 میلیارد تومان هزینه بکنم تا یک کارخونه رو راه اندازی بکنم، این 100 میلیارد من طی چند سال عودت داده میشه و سرمایه من برگشت داده میشه. در واقع سود شرکت چقدره و اون سود طی چند سال هزینه سرمایه‌گذاری من رو پوشش میده. اگر این شرکتی باشه که سالی 25 میلیارد تومان به من سود بده، میتونم بگم که ظرف 4 سال اون 100 میلیارد سرمایه‌گذاری که کردم برگشت میشه و از سال پنجم به بعد دیگه میتونم خاطر جمع باشم که این سود تو جیب خودم خواهد رفت. همین اتفاق رو ما زمانی که میخوام یک نمادی رو بخریم هم وجود داره. ما اگر قرار باشه یک شرکتی که EPSش 100 ریاله بخوام نمادش رو خریداری بکنیم، چقدر حاضریم بابت اینکه به ازای هر سهم 100 ریال در پایان سال به ما بده، چقدر حاضریم برای خرید سهامش، هر یک برگ سهامش هزینه بکنیم؟ آیا 5 برابر این عدد سود، 10 برابرش، 3 برابرش، به چه میزانی حاضریم سرمایه گذاری بکنیم؟ این پارامتری هستش که ما تحت عنوان پی به ای میشناسیم و خیلی از سرمایه گذاران بنیادی بهش توجه میکنن و اگر که عدد حدود 7 هست، به این مفهومه که شما 7 برابر سودی که این شرکت به شما میده حاضرید پرداخت بکنید بابت هزینه یک برگ سهام این شرکت، به این امید که در طی 7 سال آینده سودهایی رو که به شما میده بتونه انتظاراتتون رو برای چنین سرمایه‌گذاری برآورده بکنه و شما رو راضی نگه داره. و طبیعتا هرچی این عدد کوچکتر باشه، به این مفهومه که اگر عدد پی بر ای 5 باشه، به این مفهومه که به ازای هر 1 ریال سودی که میده شما 5 ریال فقط دارید هزینه خرید سهام اون شرکت رو پرداخت میکنید. پس یکی از پارامترها شد پی بر ای، ولی دو تا در واقع مؤلفه داره این شاخص، یکی پی که همون قیمت سهم هست و یکی ای که ای پی اس سهم هست و این دوتا بر هم دیگه تقسیم میشه و به این پارامتر میرسیم. ما اگر قرار باشه که ارزش یک شرکتی رو یا همین پی بر ای شرکتی رو برای آینده محاسبه بکنیم، شاید نیاز باشه که مهمترین مؤلفش این باشه که در آینده قراره چه میزان ای پی اس کسب بکنه تا ما بر اساس اون EPSش به یک پرایسی برسیم، بگیم آیا اینقدر ارزش داره، این قیمت رو میتونیم خریداری بکنیم یا بازم باید این قیمت پایینتر بیاد تا ارزنده بشه. این یک مطلبی که داریم خدمتتون عرض میکنیم تحت عنوان پی بر ای فوروارد و یک عدد فقط. اما از اون مهمتر روندها هستش، یعنی این EPS رو ما روندش رو برای طی 6 ماه آینده، 1 سال آینده یا اگر میخوایم بلند مدت نگهداری بکنیم برای چند سال آینده به چه ترتیبی هست و به چه سمتی داره حرکت میکنه. برای اینکه ما بتونیم برآوردی از EPS داشته باشیم، پلتفرم فیبو یک امکانی رو برای ما فراهم کرده در بخش تحلیل ها و منوی تحلیل بنیادی که این پارامترها رو در اختیار ما قرار داده. اول از همه عملکرد ماهانه شرکت رو، عملاً فروش‌های شرکت رو یا درآمدهای عملیاتیش رو ماه به ماه، سال به سال برامون نمایش داده. علاوه بر اون عملکرد فصلی، یعنی صورت‌های مالی رو فصل به فصل برامون در اختیارمون قرار داده
نمودارهاش رو میتونیم ببینیم. و نکته دیگه این که بررسی درآمد آتی رو هم برامون با توجه به امکاناتی که از هوش مصنوعی داره کمک میگیره در اختیارمون قرار میده. این پیش بینی ها رو به روش های مختلفی داره انجام میده. الان به روش TTM میگه 781 ریال EPS شرکت هست، اما بر اساس پیش بینی سود عملیاتی فصلی اگه من برم یک روندی رو براش به دست بیارم به عدد 831 ریال دارم میرسم. بر اساس سود خالص فصلی اگه بخوام حساب کنم این EPS میتونه 727 ریال باشه. پیش بینی فروش عملیاتی بر اساس فروش اگه بخوام برآوردی داشته باشم به 800 ریال میرسم و بر اساس پارامترهای مختلف اعداد مختلفی رو به ما میده، گاهن عددی بزرگتر، گاهی هم عددی کوچکتر و حتی گاهی در مورد بعضی از نمادها از جمله نمادی مثل خودرو ممکنه انحراف اونقدر زیاد باشه که بعضیا مثبت و بعضیا منفی باشه. من خودرو رو اصرار دارم که بیارم خدمتتون. EPS در حال حاضر به روش TTM 92 ریال هست، 92 ریال منفی، اما بر اساس پیش بینی سود عملیاتی اگه بخوام حساب کنیم به 40 ریال هم میگه من برآورد دارم میکنم، شاید برسه منفی، ولی بر اساس فروش ها اگه بخوام بگم به 34 ریال مثبت میرسه. چرا در بعضی از روش ها مثبت و در بعضی از روش ها منفیه؟ واقعیتش اینه که سیر روند رو ما اگر که توی شرکت های زیانده و سودده بخوام مورد مطالعه قرار بدیم شاید به یک ضعفی برسیم و اون ضعف هم اینه که همواره در همه شرکت ها افزایش درآمد با افزایش سود همراه نیست. شرکتی که داره به ازای تولید هر یک دونه خودرو فرض بفرمایید که 50 میلیون تومان زیان میبینه، این افزایش فروشش منجر به افزایش سود نخواهد شد. در نتیجه این ضعف رو باید به یک شکلی پوشش بدیم که حالا میخوام خدمتتون عرض بکنم. برگردیم به همون نماد فامیلی و عرض کردیم که در بخش عملکرد فصلی ما درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده و همینطور سود زیان خالص رو میتونیم نمودارش رو ببینیم. نمودار آبی رنگ یا میله‌های آبی رنگ درآمدهای عملیاتی شرکت در طی فصول گذشته، نمودار و یا میله سبز رنگ بهای تمام شده عملیاتیه که این پایینه، از خط صفر پایین‌تره چرا که منفیه، و سود خالص رو با رنگ زرد رنگ نمایش داده شده. البته در این پلتفرم شما میتونید سایر پارامترها رو هم از جمله هزینه فروش، سایر هزینه‌های مالی و سایر آیتم‌های سود و زیان و یا حتی غیر سود و زیانی رو هم به این جدول اضافه بکنید. علاوه بر این میتونید برای محدود کردن تعداد گزارش رو یک مقدار کمتر بکنید تا نمودار به شکل منظمتری در طی 5-6 سال اخیر در اختیارتون قرار بگیره. و نکته دیگه این که من اگر روی هر کدوم از اینها کلیک بکنم میتونم مستقیما به اون صورت مالی، صورت سود زیان دسترسی پیدا بکنم، رفرنسش رو که همه اون اطلاعاتش رو هم داشته باشم. حتی این اطلاعات رو برای سنوات قبل، عنوان مثال 3 ماهه 1403 رو اگر روی این میله اگر من کلیک بکنم مستقیما میتونم برم به صورت سود زیان این شرکت در سال 1403، اونم 3 ماهه اول این شرکت. در بسیاری از پلتفرم ها و حتی خود کدال اگر که شما گزارش صورت‌های مالی 9 ماهه شرکت رو داشته باشید، من روی این میله 9 ماهه کلیک میکنم و گزارشی رو که مشاهده خواهید کرد واقعیتش اینه که درآمدهای عملیاتی تجمیعی 9 ماه رو خواهید داشت و نه فقط فصل پاییز رو. این یک ضعفی داره. ضعفش هم اینه که اگر عملکرد شرکت در 6 ماهه یک عملکرد فوق‌العاده‌ای بوده باشه و در فصل پاییز عملکردش ضعیف شده باشه، این ضعف در فصل پاییز میتونه خودش رو مخفی بکنه در دل اون عملکرد قوی 6 ماهش و نکته‌ای رو که مد نظرمون هست رو ازش برداشت نکنیم، به یک سود خالص هر سهم برسیم که گمراه کننده باشه و عمده این از فصل پیشش منتقل شده باشه و نه از این فصل. حتی مورد داشتیم که شرکت هایی در فصل جاریشون که حالا هر فصلی باشه زیان دیدن، نه تنها عملکرد مثبتی نداشتن بلکه زیان هم دیدن، ولی با توجه به اینکه در فصول قبلشون عملکرد فوق‌العاده‌ای رو به ثبت رسونده بودن، باعث شده که عملکرد مثبتی رو حتی در این فصل جدید هم به نمایش بگذاره که ما درخواستی که داشتیم از دوستانمون در پلتفرم فیبو اینکه این گزارش رو بیان به صورت خالص هم درش بیارن. این امکان براتون فراهم شده که علاوه بر تجمیع شما با کلیک کردن روی تفکیکی بتونید خالص هر فصل رو اطلاعاتش رو داشته باشید. من یک بار دیگه برگردم تجمیع رو خدمتتون عرض بکنم. این نمودار اول رو اگر ملاحظه بکنید، نمودار میله آبی رنگ رو 3 ماهه اول هست، توی 6 ماهه مطمئناً بزرگتر از 3 ماهه اول هست، چون درآمدها خب طبیعتاً کمتر که نمیشه، داریم راجع به درآمدها میگیم و نه سود و زیان. حتی اگر 1 ریال هم
توی 3 ماهه دوم فروخته باشه، حتی اگر هیچ عملکردی نداشته باشه و کامل تعطیل بوده باشه، باز هم این میله پایینتر از ماه قبل نمیشه چون تجمعیه و به همین ترتیب فصل سوم و فصل چهارم به یک بار از فصل چهارم افت میکنه دوباره فصل اول سال جدید و باید این روند صعودیش رو در فصل جدید از نو شروع بکنه. ولی گزارش تفکیکی این کمک رو به ما میکنه که فصل به فصل مستقل از فصول قبلش بتونیم مورد مطالعه قرار بدیم، هم برای درآمدها، هم برای بهای تمام شده و هم برای سود خالص. اگه من تبدیل به نمودار خطی بکنم متوجه میشیم که این نمودار آبی رنگ هر وقت که میزان درآمدها افزایش پیدا کرده و همون میزان هم بهای تمام شده هم از اون ور پایین اومده و بیشتر شده. در واقع با ضریبی -1 در خلاف جهت همدیگه حرکت میکنن. اما شیب این دوتا تعیین کننده این هستش که سود خالص و یا احیانا سود ناخالص و یا سود عملیاتی، هر کدوم از پارامترهایی که مد نظر هست، یک مقداری متفاوت از روند درآمدهای عملیاتی یا حتی بهای تمام شده بخواد حرکت بکنه. پس این هم مد نظرمون باشه. ولی در مورد فامیلی یک نکته دیگه هم میخوایم بگیم. همه اینها رو برداریم بیایم EPS شرکت رو یا سود خالص این شرکت رو با همدیگه مورد مطالعه قرار بدیم، روندش رو در طی ماه‌ها و سال‌های گذشته. همونطوری که دارید ملاحظه می‌فرمایید روند سود شرکت گاهی کمتر گاهی بیشتر در طی چند دوره گذشته، 5 دوره گذشته حداقل همواره صعودی بوده، به استثنای 3 ماهه گذشته که واقعیتش یک نزول یا اصلاح بدی رو داشته تجربه کرده. حالا ما بحثمون اینه که امروزی که 3 شهریور ماه 1404 هست، برای 6 ماهه چه عددی رو میخوایم پیش بینی بکنیم؟ اگر قرار هست ما یک قیمتی رو برای فامیلی بخوایم در نظر بگیریم طبق همون قاعده پی بر ای که خدمتتون عرض کردم، آیا سود این شرکت داره کاهش پیدا میکنه یا داره افزایش پیدا میکنه و به میزان کاهش و یا افزایشش میخوایم قیمت گذاری بکنیم، ببینیم که چه قیمتی ارزنده هست برای فامیلی. علاوه بر سود ما میتونیم در بخش تحلیل حساسیت اطلاعات دیگری رو از نماد فامیلی داشته باشیم که خدمتتون عرض میکنم. تو این صفحه پارامترهای مختلفی وجود داره که میشه با همدیگه قیاسشون کرد. من از همه اینها صرف نظر میکنم، میخوام همشو خاموش بکنم و فقط پی بر ایش رو، سابقه پی بر ایش رو، اینم یکی از امکانات فوق العاده که فقط در پلتفرم فیبو داریمش. حالا اگر که سایر پلتفرم ها هم دارن به نوع دیگری دستشون درد نکنه، ولی به این ترتیبی که دارم خدمتتون عرض میکنم واقعیتش اینه که توی پلتفرم فیبو جذابیت و کاراییش رو در خودش رو نشون میده. پی بر ای تاریخی رو و سوابقش رو داریم ملاحظه میکنید از سال 98 تا الان که در حال حاضر رو حدود 7 هست، در تاریخ 27/5 و گاهی حد اکثر تا 10 هم رفته و گاهی هم حداقل تا همین 6 هم پایین اومده. حداقل در 3 سال گذشته کمتر از 6 نشده و هیچ وقت هم بیشتر از 10 نشده. پس اگر ما قائل به این باشیم که قیمت سهم ارزنده باشه، دیگه زیر 6 خیلی انتظار نداشته باشیم بیاد و اگرم بخواد خیلی بالا بره دیگه بیشتر از 10 خیلی منطقی نیست که بخواد بره. اما چه عواملی باعث میشه که قیمت سهم خیلی نوسان کنه در حالی که پی بر ای هم در همین محدوده باقی میمونه؟ آنچه که توی این فرمول خدمتتون عرض کردیم، EPS به عنوان مخرج کسب، افزایشش باعث میشه که نسبت پی بر ای رو کاهش بده. به میزانی که کاهش پیدا میکنه قیمت سهم هم بالا میره و هرچه قیمت سهم همزمان با قیمت EPS یا سود سالانه به ازای هر سهم افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً پی بر ای هم تقریباً تو همین حدود نوسان بین 6 و 10 ثابت باقی میمونه. حالا اگه خواستید این عدد رو با سود خالص رو هم قیاس بکنید که در چه مقاطعی EPS با افزایش قیمت، با افزایش سود خالص پی بر ای افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده، علیرغم اینکه این دوتا پارامتر همسنخ نیستن و اعدادشون خیلی متفاوته. سود خالص 529 میلیون ریاله در حالی که پی بر ای عدد 4 رو داره. از ابزار اسکیل شده میتونید استفاده بکنید تا دوتا نمودار رو روی هم بندازید و به این ترتیب ببینید که هر موقع سود افزایش پیدا کرده پی بر ای کاهش پیدا کرده. تو یک مقطعی هر دو دیگه افزایشی شدن و اونجایی بوده که دیگه ارزنده شده سهم، قیمتش رو افزایش پیدا کرده. با افزایش قیمت علیرغم که سود ثابت مونده قیمت افزایش پیدا کرده، پی بر ای به 10 رسیده. مجدد با افزایش سود پی بر ای دوباره کم شده و به همین ترتیبی که دارید ملاحظه می‌فرمایید این گزارش رو هم میتونید از این پلتفرم دریافت بفرمایید.
حالا کاری که میخوام انجام بدیم اینه که در عملکرد فصلی عرض کردیم که هر کدوم از این گزارش ها رو میتونیم با کلیک بر روی اون به صفحه سود زیان شرکت برسیم، ولی یه سری کارهای محاسباتی میخوام انجام بدیم که ترجیحاً میخوام این اعداد رو انتخاب بکنیم، ببریمشون توی با کپی کردن ببریمشون توی اکسل و این کار رو از اینجا به بعد روی اکسل انجام بدیم. من قبلا این اعدادش رو آوردم توی اکسل قرار دادم. درآمدهای عملیاتی رو برای این فصول 3 ماهه اول سال 1403، 6 ماهه 1403، پایان 1403 و از این بر 3 ماهه اول سال 1404 و 6 ماهه 1404 که البته هنوز نیامده و ما میخوایم پیش بینیش بکنیم. این اعدادش رو یکی یکی میخوام خدمتتون عرض کنم. توجه بفرمایید، پیش بینی میتونه با خطا همراه باشه، ولی تمام تلاش خودمون رو برای این دقت به کار میبریم. امیدواریم که با دقت بیشتر و با کمترین انحراف بتونیم به همین اعداد برسیم و بر اساس همین اعداد هم ما ناچاریم که تصمیم گیری بکنیم که آیا این سهم منطقی هست برای خرید یا خیر. پس ما هدفمون اینه که به جای اینکه روندهای درآمدهای عملیاتی رو که بگیم پایان سال 1403 178 همت بوده و در 6 ماهه 67 همت بوده و در 3 ماهه سال 1403 34 همت بوده، اینها رو اگر بخوام روندش رو دنبال بکنیم بگیم توی چنین شرایطی که 3403 که ما 34 همت درآمد داشتیم به سود EPS 213 ریالی رسیدیم و در 6 ماهه که به 67 همت رسید به سود 432 ریالی رسیدیم و به همین ترتیب بخوایم برای سال 1404 هم پیش بینی بکنیم، این ممکنه با خطا و انحرافی همراه باشه. میخوام در این ویدیو به این توجه بکنیم، از این روش استفاده کنیم که تک تک آیتم ها و اجزای صورت های مالی رو محاسبه بکنیم و با محاسبات اون همونطوری که برای یک دوره 3 ماهه یا 6 ماهه یا 1 ساله ما از ارقام درآمدهای عملیاتی بهای تمام شده به سود ناخالص میرسیم، بعد هزینه‌های فروش رو ازش کم میکنیم، به سود عملیاتی میرسیم و بقیه آیتم هایی که غیر عملیاتی کم یا زیاد میکنیم و به سود خالص میرسیم و نهایتا این سود خالص رو به تعداد سهام تقسیم میکنیم تا به EPS برسیم. همین کار رو میخوایم برای پیش بینی هم با جزء به جزء با تحلیل و بررسی تک تکشون بهش برسیم. اولین آیتمی که ما نیاز داریم چیه؟ درآمدهای عملیاتیه. ما چطور میتونیم درآمدهای عملیاتی 6 ماهه رو برآورد بکنیم در حالی که میدونیم توی 3 ماهه 45 همت درآمد داشته فامیلی؟ آیا بیایم 6 ماهه 45 همت رو ضرب در 2 بکنیم میشه 90 همت، یا میشه با اعداد دیگری به روش‌های دیگری این کار انجام داد؟ واقعیتش اینه که ما از فصل تابستان امروزی که خدمتتون هستیم حداقل تیر ماهش رو هم اطلاعاتش رو داریم. از کجا داریم؟ از اینجا که گزارش ماهانه ها هم حداقل منتشر شده، ماهانه تیر ماه این شرکت هم منتشر شده. این گزارش 1 ماهه 31/4 هست که عدد مبلغ فروش تیر ماه این شرکت میتونیم داشته باشیم 145 هزار میلیارد ریال یا 14.5 همت بوده، ولی هنوز امروز عرض کردم 3 شهریور ماه هستیم، هنوز گزارش مرداد ماه فامیلی منتشر نشده. شهریور هم خب طبیعتا هنوز منتشر نشده، هنوز اصلا عملیات و عملکردش انجام نشده که بخواد منتشر شده باشه. ما ناچاریم که این 2 ماه رو هم برآورد کنیم. برآوردمون به چه ترتیبه؟ یکی از راه‌های برآوردمون اینه که ما دسترسی به بورس کالا داریم. از اونجایی که میدونیم فامیلی، یک بار دیگه من برگردم این گزارش ماهانش رو بیاریم، یه فروش داخلی داره فامیلی، یک فروش صادراتی داره. فروش داخلیش رو که تقریبا میتونم بگم که عمده فروشش هم فروش داخلیه، 12 همت از 14.5 همتش فروش داخلی بود، فقط 2 همتش صادراتی بود. از تیر ماه دارم عرض میکنم، تقریبا ماهای دیگه هم به همین ترتیبه. این 12 همتش رو هم یه چیز حدود 80-90% رو داره توی بورس کالا میفروشه. پس من اگر بتونم گزارش عملکرد فروش فامیلی رو از بورس کالا برای ماه 5 استخراج بکنم، میتونه به من کمک بکنه که یک برآوردی رو از درآمدهای عملیاتی این شرکت داشته باشم. من یک نمایش رو بزنم و قبل از اینکه من ادامه بدم باید به جای اینکه همه تولید کننده ها رو بیارم، همینجا میتونستم ملی مصر رو انتخاب بکنم، محدودش بکنم به این گزارش و
همونطوری که ملاحظه میکنید در تاریخ 6 مرداد ماه مس کاتود رو فروخته، معادل ارزش 197 میلیارد تومان و بقیه محصولاتی رو که در طی مرداد ماه تا حالا آخرین گزارش رو 28م و اکسید مولیبدن، فلزات گرانبها و سایر محصولاتی که ملی صنایع مس ایران توی تالار حراج بازش فروخته. کافیه که من این رو هم حتی محدودش بکنم به 200 رکورد در هر صفحه که بتونم همه این رکوردها رو داشته باشم و طبیعتا این رو هم میتونم به این ترتیب اطلاعاتش رو بلاک بکنم و کپیش بکنم ببرمش توی اکسل به این ترتیبی که خدمتتون عرض میکنم توی این صفحه اطلاعاتش رو برای هر ماه داشته باشم. من این کار رو قبلا انجام دادم برای فروردین ماه، برای اردیبهشت ماه و الی آخر. گزارش روزانه میتونم از روش تهیه بکنم بعد از اینکه آوردم. حالا توی مرداد ماه واقعیتش اینه که یک مقدار فروش داشته، پنجم، ششم، هفتم و الی آخر. مجموعاً این شرکت توی بورس کالا چیزی حدود 18 همت فروش داشته، در حالی که در ماه گذشته فروش خیلی محدودتری داشته. من اگه گزارش کلی ماهاش رو برای فروش در بورس کالا بیارم که ماه به ماه عرض کردم گزارشش رو گرفتم، فروردین ماه 8.5 همت بیشتر نبود. طبیعی هم هست که فروردین ماه اولین ماه با تعطیلات زیادی روبرو هستن شرکت ها و یه مقداری فروش و درآمدشون کاهش پیدا میکنه. اردیبهشت ماه 13 همت، خردادم بعد خیلی جالب نبود توی بورس کالا، حداقل ولی از جای دیگه جبران کرده بود. میگم خدمتون تیر ماه 15 همت، مرداد عرض کردم به 18 همت رسیده، آنچه که اطلاعاتی رو قطعی داریم توی بورس کالا. اما درآمد صادراتی هم از توی دل گزارش ماهانه هاشون به دست آوردیم. این شرکت 4.4 همت توی فروردین ماه صادرات داشت. توی اردیبهشتی که توی بورس کالا بیشتر فروخت، توی صادراتیش کمتر شده بود. توی خرداد که بورس کالا کمتر فروخت، دستش آزاد شد اون تولیاتی که داشته رو یک مقدار بیشتر صادرات بکنه، به 3.7 همت رسید. توی تیر ماه یک مقدار متعادلتر. برای مرداد ماه که 18 همت فروش داخلی داشته، ما انتظارمون اینه که فروش صادراتیش یک مقداری کاهش پیدا بکنه. دیگه اونقدر محصول احتمالا نداشته که بخواد هم از بورس کالا تولیدات بیشتر فروخته باشه و هم صادرات بیشتری کرده باشه. تصورمون بر اینه. یه مقداری درآمدهای متفرقه هم تو ماهای مختلف داشته. تو ماه گذشته از محل موجود جنسی بیشتر فروخته. توی تیر ماه یه مقداری سایر متفرقمون اینجا منفی هم شده، به 14.5 همت رسیده. تقریبا میتونم بگم 14-15 همت هر ماه از فروردین تا تیر ماه ثابت بوده، خیلی نوسان زیادی نداشته. ولی به نظر میرسه و پیش بینی ما اینه که توی مرداد جذابی رو داشته باشه، فامیلی به 19 همت برسه. اگه چنین اتفاقی بیفته یک رکوردیه که حالا خدمتتون عرض میکنم از یه جای دیگه. و اگه بخوام برای شهریور ماه هم یک پیش بینی داشته باشم، یک مقداری میانگین بگیرم، نه خیلی خوشبینانه، احتمالاً مرداد ماه یک رکورده که درسته اینقدر توی بورس کالا بفروشه، احتمالاً توی شهریور ماه این رکورد رو نتونه مجدد بزنه. و اگه من یک میانگین رو بین تیر و مرداد بگیرم، یه چیز حدود 16 همت 16-17 همت میتونه برای پیش بینی شهریورمون باشه و بازم البته با احتساب درآمدهای صادراتیش به 20 همت برسه که رکورد فروش کل حداقل مردادش رو بزنه. برای فروش و درآمدهای عملیاتی فامیلی دارم عرض میکنم شهریور 1404. خیلی نزدیک البته به مرداد، ولی در حدی که فقط رکورد رو زده باشه. و نهایتاً به جمع درآمد 100 همت میرسیم دوستان. ما عملا توی این 4 ماهی که تا الان اطلاعاتش رو داریم 60 همت فروش داشته. یه 2 ماه دیگه هم داریم که اگر بخوایم بر اساس همون اعداد میانگین ماهای قبل بریم به همون 90 همتی میرسه که خدمتتون عرض کردم. ولی بر اساس این برآوردها و این اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم ما قائل به این هستیم که درآمدهای شرکت به 100 همت میرسه. پس ما بیام توی جدول صورتهای مالیمون برای پیش بینی این 100 همت رو درجش بکنیم. آیا این 100 همت حالا به این مفهومه که یه چیزی بیش از 2 برابر 3 ماهه هست، به عنوان مثال 20% هم بیش از میانگین خط روندش هست، پس ما بیایم این عدد 191 ریال رو ضرب در 2 بکنیم، حالا یک 20% هم بابت 3 ماه دوم بهش اضافه بکنیم؟ نه، این کارو نمیتونیم بکنیم. اجازه بفرمایید آیتم با آیتم بریم جلو، ببینیم سایر پارامترهاش چه اتفاقی براش میفته.
اما عرض کردیم که این 100 همت رو ما برای فامیلی برآورد کردیم. شما ممکنه بفرمایید که من دارم قصالم رو تحلیل میکنم یا یک نماد دیگری رو دارم تحلیل میکنم که محصولاتش رو توی بورس کالا نمیفروشه، اونو باید چیکار بکنم؟ خدمتتون عرض میکنم حتی همین خود فامیلی هم از یک روش دیگه میشه انجامش داد، اونم این که در فیبو علاوه بر این که ما دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی داریم، عملکرد فصلی و عملکرد ماهانه هم عرض کردیم که دسترسی داره، ماه به ماه تفکیکی، که حالا نمودار آبی رنگ نمودار خط روند یا میله های سال 1403 رو داره به ما نشون میده برای این نماد البته، و نمودار سبز رنگ یا میله های سبز رنگ داره اطلاعات سال 1404 رو ماه به ماه در اختیارمون قرار میده که تا آخرین گزارش تیر ماه هم منتشر شده. اگه بخوام میانگین ها رو هم بذارم، واقعیتش اینه که میانگین عملکرد سال 1404 خیلی با عملکرد 1403 توفیری تا الان نداشته. چرا توفیر نداشته؟ واقعیتش اینه که در سال 1403 میله های آبی رنگ رو اگر که دقت بفرمایید دوستان، 6 ماهه دوم بهتری رو نسبت به 6 ماهه اول داشته. یعنی اگر یک رشدی رو بخوام میانگین برای این شرکت در نظر بگیریم فصلی، باید بگیم که از مهر ماه این اتفاق افتاده، درآمدهای شرکت افزایش پیدا کرده. به وضوح درآمدهای 6 ماهه دوم از 6 ماهه اول بیشتره. حالا اتفاقی که افتاده اینه که در سال 1404 درآمدهای 6 ماهه اول که حالا 4 ماهش رو داریم، حداقلش اینه که به اندازه 6 ماهه دوم سال قبل درآمدها رو داریم عرض میکنیم و نه سود رو. و اگه قرار اتفاقی بیفته، به نظر میرسه که جایگاهش اینه که از ماه مثل سال قبل از ماه هفتم به بعد اتفاق بیفته. ولی ما داریم طبق برآوردهایی که خدمتتون عرض کردیم احتمالاً از همین مرداد ماه پنجم داره این افزایش درآمدها که عرض کردیم به 20 همت قرار خواهد برسه، یعنی میله بیاد تا اینجا حدود 20 همت، یک رشدی رو از همین مرداد ماه شاهد خواهیم بود و احتمالاً شهریور هم به همین ترتیب و از این به بعد میانگین رو باید توی 6 ماه دوم یا 7 ماهه دوم بعدی در واقع رو به رشد ببینیم برای این شرکت. نکته دیگه‌ای که وجود داره، ما توی این پلتفرم فیبو ابزار دیگه‌ای که داریم اینه که به صورت تجمیعی هم میتونیم آمار درآمدهای عملیاتی یا فروش‌ها رو داشته باشیم. نمودار آبی رنگ رو ملاحظه بفرمایید، توی فروردین ماه اینجا بود، توی اردیبهشت ماه تجمعیش اگه بخوام بگیم من اینجا کلیک بکنم در واقع موسم قرار بدم تا روندش رو ببینید، همواره صعودی بوده. اگه بخوام یک خط روندی رو براش قائل باشیم، خط روند تقریبا ثابت هست. میتونم بگم از ماه ششم هفتم به بعد در واقع شیب تندتری پیدا کرده. همین اتفاق رو برای سال 1404 هم میتونیم این روند رو داشته باشیم. کاری که میخوام بکنم چیه؟ یک برآوردی گفتیم میخوام بکنیم برای این شرکت ها، یک بارزتون تصویر عکسی رو ازش بگیریم. این ابزاری که میخوام خدمتتون عرض بکنم، بازم دوستان پیشنهاد دادیم که به پلتفرم اضافه بکنن، همونطور که میانگین رو اضافه کردن. من بیام با رنگ آبی یک خط روندی رو از اولین ماه سال قبل 1403 داشته باشم تا اسفند ماه 1403 و اگه بخوام واقعیت رو بگم اینه که یک مقداری اینجا گپ داریم، در واقع یک مقداری انحنا داریم که اگه من بخوام با دقت بیشتری خدمتون عرض بکنم، باید این نمودار رو به شکل کرو خط میکشیدم. از ابزار دیگه استفاده میکنم که بتونم این رو شبیه سازی بکنم، از ابتدا تا انتها رسمش میکنم، ولی کمر این رو یک مقداری میارم پایینتر به این ترتیب. در واقع میخوام اینو بگم که خط روند 6 ماهه اول شاید به این ترتیب بود با این شیب، اما 6 ماهه دوم رو میتونم بگم که با این شیب یه مقدار خیلی جزئی شیبش متفاوت شد. حالا از اون که صرف نظر بکنیم، حتی اگر خطی ثابت برای سال 1404 قائل باشیم، با خط سبز رنگ من فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر رو به هم متصل بکنم، امتدادش بدم تا پایان سال، عرض کردم اگر روندش ثابت باشه به این ترتیب میشه، در حالی که عرض کردم یه مقداری به نظر میرسه از ماه پنجم به بعد شیب پیدا بکنه و بهتر هستش که در واقع به این ترتیب من خط روند رو ببینم. فکر میکنم به 200 من قبلا محاسباتم رو انجام دادم، به 200 برسه. یک بار دیگه انجام بدم این کار رو از فروردین ماه تا اسفند.
پس این خط روندی بود که ما برای سال 1404 در نظر گرفتیم و اگه بخوایم باکسش رو برای ماه پنجم رسم بکنیم شاید بتونیم بگیم که به عدد 800,000 میلیارد ریال یا 80 همت خواهیم رسید و برای شهریور ماه اگه بخوایم یک برآوردی رو داشته باشیم طبیعتاً به همون 100 همتی که محاسبه کردیم یک مقداری بالاتر از 90 همت میتونه مماسه بر خط روندمون قرار بگیره. اگه دوستان فنی فیبو محبت کنن این ابزاری رو که دارم خدمتتون عرض میکنم رو تسریع بکنن توی تولیدش و در اختیار قرار دادنش به مخاطبین خیلی ممنون میشم. برگردیم به صفحه محاسبات سود و زیانمون که عرض کردیم با پیش بینی هایی که داشتیم به 100 همت درآمد عملیاتی خواهد رسید فامیلی انشالله. اما بهای تمام شده رو چقدر برآورد کنیم؟ آیا بهای تمام شده میتونه ضریبی از فصل گذشته باشه؟ اگر توی 3 ماه 18 همت هزینه کردیم برای تولید این محصولات آیا 2 برابر این 36 همت منطقیه که انجام بدیم؟ واقعیتش اینه که نه، به این شکل نمیشه. عرض کردیم توی اون جدول و نموداری که خدمتون رسم شد از فیبو استفاده کردیم، عرض کردیم که درآمدهای عملیاتی با بهای تمام شده یک ارتباط مستقیمی دارن. هرچه شما درآمد بیشتری کسب بکنید احتمالاً هزینه‌های بیشتری رو هم باید برای تولید اون محصولتون صرف بکنید که یک حاشیه سود ناخالصی رو برای شما ایجاد میکنه. نهایتاً اگه بخوام ضریب این اعداد رو در فصول مختلف مورد مطالعه قرار بدیم، من اگه بیام اینجا بگم مساویس با این عدد 12 همت رو تقسیم بر 34 همت رو بکن، یعنی در واقع بهای تمام شده فصل اول از سال 1403 به یک عدد 36% میرسم. یعنی 36% درآمدهای عملیاتیم بهای تمام شده بوده. برای فصل بعدم به چه ترتیب بوده؟ معمولا توی فصل بهار همیشه عدد کوچیکی بوده. توی فصل تابستان 42% بوده، یعنی این عدد بعدی ما که 67 همت درآمد داشتیم 28 همت بهای تمام شده شد. در فصل دوره یک ساله 45% بود بهای تمام شدهمون. در فصل 3 ماهه اول امسال باز رسیدیم به 39% که پارسال 36% بود. انتظار داریم در فصل 6 ماهه امسال هم مثل 6 ماهه پارسال حداقل به 42% برسه. اگه بیشتر نشه تصور میکنیم خیلی بیشتر نشه، همین حدود باشه، ولی دیگه کمتر از این نباشه، به 42 همت برسه. پس با این عدد بهای تمام شده رو داریم ضریبی از درآمدهامون در نظر میگیریم. اگر که این عدد رو ثبتش بکنیم و سود ناخالص رو که از جمع جبری این دوتا در واقع درآمدها منهای بهای تمام شده به دست میاد بخوام حساب بکنیم، سود ناخالص فامیلی برای 6 ماهه به عدد 58 همت میرسه که 51% رشد رو نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان خواهد داد. سال قبل چقدر بود؟ سال قبل درآمدهای عملیاتیمون 67 همت، بهای تمام شدهمون 28 همت و سود ناخالصمون 38 همت. الان این 38 همت میرسه به 58 همت که 51% رشد رو نشون خواهد داد. خب آیتم بعدی چیه؟ یکی از آیتم های دیگه یه تاثیرگذار در صورت‌های مالی هزینه فروش و اداری و عمومی هستش. هزینه فروش و اداری خب یک مقداری روتین تر هست، ولی با این وجود توی فصول 3 ماهه یک مقداری عددش کمتره، توی 6 ماهه یک مقداری بیشتره، توی یک ساله هم باز از 6 ماهه بیشتره. در واقع دوره های 6 ماهه یک ضریبی بیش از دوره 3 ماهه داره، 2 تا 3 ماهه نیست، یک مقداری بالاتره، و یک ساله هم حتی 2 برابر 6 ماهه نیست، یک مقداری باز بالاتره، یه چیزی حدود 20% تقریبا 20-25% بالاتره. پس ما اگر بخوایم یک برآوردی داشته باشیم میگیم 25% این عدد رو برای تابستون در نظر بگیر، یعنی 1.25%. همین قدرم که توی 3 ماهه اول بود با هم جمع بکن به عدد بذارم از اینجا از 3 ماهه اول سال 1403 که 3.5 همت بود. شما بیا معادل همین قدر سر جای خودش محفوظ، 25% بیشتر هم برای تابستون، مجموعاً میشه 8 همت هزینه های اداری و فروش که 43% داره رشد رو نسبت به سال قبل نشون میده، مدت مشابه سال قبل که 5.6 همت بود. سایر درآمدها چه اتفاقی میفته؟ سایر درآمدهای عملیاتی رو دارم عرض میکنم. یکی از مهمترین و
تاثیرگذارترین آیتم ها توی سایر درآمدهای عملیاتی تسعیر ارز بوده. مهم هستش که بیارم خدمت دوستان عرض کنم. ببینید توی 3 ماهه 1403 یک بار بیاریمش، صفحه تفسیری صفحه 5 رو اگر باز کنیم، سایر درآمدهای عملیاتی آیتم هاش عمدش همین سود ناشی از تاثیر ارزها بوده که توی پایان سال 1403 عدد درشتی بوده، ولی البته اینم برآورده، بعد بیشتر هم شده حتی، ولی توی 3 ماهه عدد قابل توجهی نبود. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که پایان خرداد ماه نسبت به پایان اسفند سال 1402 نرخ ارز خیلی افزایش پیدا نکرد و به همچین عددی رسیدیم 592 تا. این اتفاق توی 3 ماهه سال جاری، 3 ماهه اول سال 1404، بازم بریم گزارش تفسیری صفحه 5 رو باز کنیم، بازم سود ناشی از تاثیر ارز رو 230 میلیارد تومان فقط بوده. پارسال هم یه چیز حدود 14 میلیارد تومان بود توی پایان سال. البته پس اگه بخوام یک برآوردی رو از سایر درآمدهای عملیاتی داشته باشیم، باید ببینیم که چقدر نرخ ارز در پایان شهریور نسبت به خرداد ماه 31/3 افزایش پیدا کرده. آیا عدد قابل توجهی رشد کرده که ما یک درآمدی رو از اینجا شناسایی بکنیم یا نه؟ سایتی رو که به مبنای تاثیر ارز شرکت ها قرار میگیره، از جمله فامیلی ETS بانک مرکزیه، آدرس سایتش رو هم دارید ملاحظه می‌فرمایید، و این کاری که میکنه بر اساس نرخ فروش حواله شرکت ها رو مکلف میکنه که تسعیر ارز انجام بدن. پس من کافیه که یک بار بیام در تاریخ 31/3/1403 عدد رو بگیرم، 31/3/1403 من تقویم رو باز کنم، 31/3 که جمعه هست، پنجشنبه هم که نیست، از چهارشنبه استفاده بکنیم، 29/3 هم چهارشنبه هم نداره، سه شنبه رو باز کنیم، 28/3 به عنوان آخرین روزی که عدد داشتیم و این عدد فروش حواله عرض کردم 694,299 ریال بوده. این عدد رو داشته باشیمش. یک بار دیگه من این صفحه رو باز میکنم، ولی این بار با تاریخ 31 در واقع 3/6 امروز رو میاریم اگر که اطلاعاتش رو داشته باشیم. حالا چند روز به پایان شهریور هم مونده، اشکال نداره. شهریور امروز 3. خب الان رسیدیم به 698,881. اگه من این عدد رو 698,881 تقسیم بر عدد مربوط به 31/3 کنم که 694,299 بوده، اصلا هیچ رشدی رو نداره. 1.206 6% میشه در واقع و عدد قابل توجهی نیست. پس من انتظار ندارم فامیلی بخواد از محل نرخ تسعیر ارز سودی رو شناسایی کنه. پس سایر درآمدها عددی نیست. من 59 میلیارد تومان فقط بابت همین 0.6% رشد رو دارم در نظر میگیرم که اگه چنین اتفاقی بیفته، اون وقت نسبت به 6 ماهه پارسال که 1.8 همت شناسایی کرده بود درآمد سایر درآمدهای عملیاتی یا همین تسعیر ارز رو، عمدش این رو دارم عرض میکنم، حالا موارد دیگه هم بوده، 97% کاهش در سایر درآمدها رو باید مشاهده بکنیم. پس ما از محل سایر درآمدها کاهش درآمد رو باید ببینیم، اگرچه سهمش سهم خیلی قابل توجهی نیست، ولی خب به هر صورت باید مد نظرمون باشه. سایر هزینه ها هم باز تو همون جدول میتونیم داشته باشیمش. توی 3 ماهه 1404 سایر هزینه‌های عملیاتی، یک بخش زیادیش همون تاثیر ارز، این بار برای بدهی ها، ولی علاوه بر اون هزینه اکتشاف هم هست، هزینه‌های جذب نشده تولید هم هست که تقریبا هر ماه این شرکت داره یک هزینه‌هایی رو از این محل انجام میده و میتونیم بگیم تقریبا روتینه و این روتین بودنش باعث داره میشه که ما یک ضریبی رو نسبت به 3 ماهه اگه بگیریم منطق داره. پس سایر هزینه‌هامون که 1.5 همت بود، ما حدوداً 3.5 همت، یه چیز حدود 2 برابر، حالا یک مقدار جزئی بیشتر در نظر میگیریم. 70% رشد در سایر هزینه‌ها رو مشاهده خواهیم کرد. سود عملیاتی شرکت رو به 47 همت خواهیم رسید اگه که این چند تا عدد رو با هم جمع و ضرب بکنیم، جمع و تفریق بکنیم، در واقع جمع جبریشون رو به این عدد خواهیم رسید. هزینه‌های مالی شرکت رو اگر دقت بکنن دوستان، توی صفحه گزارش تفسیری صفحه 4 نه همین 5 معذرت میخوام،
تحصیلات دریافتی از بانک ها رو داریم که توی 3 ماهه اول سال 1404 به نظر میاد وام جدیدی رو دریافت کرده 5.5 همت و گفته که توی هر دوره، یعنی هر دوره 3 ماهه من 170 میلیارد تومان هزینه میکنم. این عددیه که باید شناسایی بکنم. پس هر فصل تقریبا مشابه هم هست و ما توی شهریور 1404 به اندازه 2 برابر فصل بهارشون هزینه شناسایی میکنیم. این 927% رشد رو نسبت به سال قبل داره نشون میده. طبیعیه که سال قبل اگر که وامی نداشته یا وام آخراش بوده یا عدد کوچکتری بوده، تحصیلاتشون خب طبیعتا هزینه مالی کمتری هم پرداخت میکردن. هیچ منطقی نداره که من معادل سال قبل در نظر بگیرم، بهتره که من معادل فصل قبل در نظر بگیرم و اگر که به 927% رشد میرسه اشکال نداره، اگرچه باز هم این عدد قابل توجهی در سرجم ما نیست. هزینه عملیات تداوم یا سود عملیات تداوم رو به 50 همت داریم میرسیم. هزینه مالیات هم اگر که فرض بفرمایید که یک ضریبی از سود طی دورمون باشه، اگرچه معافیت هایی رو هم داره که باید ازش کسر بشه، بعضی از درآمدهای شرکت هم مشمول خدمتتون که عرض کنم مالیات نیست، از جمله سود سهامی رو که داره توی سایر درآمدها از اینهای غیر عملیاتی شناسایی میکنه. اینم فراموش کردم بگم خدمتتون. اینم صفحه 5 رو بیارم چرا 3 همت در نظر گرفتیم. درآمدهای غیر عملیاتی شرکت رو ما اینجا داریم میبینیم. سایر درآمدها از هزینه‌های غیر عملیاتی عمدتاً درآمدهای سرمایه‌گذاری‌ها هستش. سود حاصل از سپرده‌های بانکی هم هست. عدد شاید خیلی قابل توجهی نباشه، مخصوصاً تو اون فصلی که دیگه سود سهام هم پرداخت میکنه. اگر که این مبلغ رو نگهداری کرده بعدش پرداخت کرده، دیگه بعد از اون خیلی سودی شاید شاملش نشه. ولی سود ناشی از فروش سرمایه گذاری هاش صفر. سود سهام دریافتی عمده رقمیه که هر سال شناسایی میکنه، نه توی خرداد ماه بلکه توی شهریور ماه شناسایی میکنه. توی خرداد ماه عدد کوچیکی بود. شرکت ها توزیع سودشون رو معمولا تو فصل تابستانه که انجام میدن. فامیلی هم طبیعتا باید سودش رو توی این فصل بیاد شناسایی بکنه. ما این رو هم با توجه به گزارشات قبلیشون در نظر گرفتیم و شناسایی کردیم. حالا این سود رو ریزش رو هم داریم، ولی خب بالا صرف نظر میکنیم که کجا سرمایه گذاری کرده و نهایتا میرسیم به سود خالص 44 همت برای شرکت فامیلی برای 6 ماهه اول که 31% رشد رو داره نسبت به سال قبل نشون میده که 33 همت بود. نکته‌ای که وجود داره اینه که اولا در سال گذشته 33 همتش رو با احتساب سرمایه قبلی در نظر گرفته شده به عدد 432 ریال سود EPS رسیده بود. الان ما افزایش سرمایه داریم و الان 44 همت سود کردیم که 419 ریال سود پایه هر سهم میشه یا EPS. ولی لازم هستش که برای محاسبه EPS بر مبنای TTM اون عدد 432 ریال قبلی رو هم تعدیل بکنیم و فرض رو بر این بگیریم که اون 33 همت با احتساب این سرمایه جدید چقدر می شده. این نکته رو در نظر پس داشته باشیم. ما سود خالصمون نسبت به سال قبل 31% رشد میکنه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ولی نسبت به فصل گذشته فقط 19% داره رشد میکنه. پس خدمتتون که عرض کنم 19% بیشتر از فصل قبلیه. یعنی اگر که 20 همت ما سود کردیم توی 3 ماهه اول، الان نشده 40 همت، 19% هم بیشتر از خود 3 ماهه توی این فصل افزایش پیدا کرده، شده 44 همت. در واقع این دوره شده 24 همت که با اون 20 همت میشه 44 همت. نکته دیگه این که و خیلی خیلی ضروری، همه اینها به کنار، حالا میخوایم ببینیم که اگر یک سود 419 واحدی برای سود زیان خالص یا EPS برای 6 ماه رقم بزنه که فصل گذشته 191 ریال بود و سال گذشته هم 432 ریال بود، چه اتفاقی داره میفته؟ در واقع 419 ریال نسبت به 432 داره 3% کاهش رو نشون میده، در حالی که عرض کردم این 432 ریال رو اگر که تعدیلش بکنیم عددش این نیست و
عدد یک مقدار اصلاح میشه. این 432 ریال عدد EPS تعدیل نشده برای دوره 6 ماهه سال گذشته بوده، ولی اگه بخوایم بر مبنای سرمایه جدید حساب بکنیم EPS تعدیل شده به 321 ریال میرسه که حالا این 419 ریالی که عرض کردیم واقعیتش اینه که باید با این عدد قیاس بشه که 31% رشد رو نشون میده مثل سود و زیان، ولی خب ضعفی که وجود داره توی سایت کدال این کار انجام نمیده و شاید شما رو به گمراهی ببره. شما بهتره که اگر تغییر سرمایه دارید افزایش EPS رو بر مبنای سود خالص در نظر بگیرید، همون درصدش رو در نظر بگیرید و نه EPS رو. در صورت این EPS تعدیل شده است به جای خود، اما EPS TTM هم ما اگر بخوایم در نظر بگیریم تعدیل شده در فصل بهار که به عدد 781 ریال رسید و الان هم میتونیم روی تابلو مشاهده بکنیم. برگردم من اینجا فامیلی رو بیارم، این عدد EPS 781 ریاله. بله همونطور که ملاحظه میکنید عدد EPS یه مقدار درشت‌تر بکنیم 781 ریال روی تابلو درج شده. این چرا برامون اهمیت داره؟ اول فرمولش رو بگم خدمتتون دوستان. ببینید توی 3 ماهه اول امسال EPS به روش TTM رو فرمولش رو یک بار برای همیشه بگم خدمتتون، اگر میدونستید که هیچی، ولی اگر نمیدونستید درکش بکنیم. در پایان 31 خرداد 1404 EPS به روش TTMی که درج میشه 781 ریال، میگه شما برو این 748 ریال EPS تعدیل شده یک ساله سال قبل رو داشته باش، یک ساله سال قبل رو بیار، عدد 158 ریال فصل بهار پارسال رو ازش کم کن. یعنی عملا بیا سود رو از 1 تیر سال گذشته تا 31 خرداد، از اول تیر سال گذشته تا 31 خرداد امسال 12 ماه در نظر بگیر که این عدد میرسیم به 781 ریال. حالا اگر بخوایم این عدد EPS به روش TTM رو برای شهریور ماه حساب کنیم چجوری به دست میاد؟ در حالی که میدونیم اگر این اتفاق بیفته که 419 ریال EPS در 6 ماه محقق بشه، میگه بیا شما باز هم این عدد 748 ریال سال گذشته رو این بار 321 ریال شهریور ماه پارسال رو ازش کم کن، 6 ماه اول رو ازش کم کن، باقی مانده هرچی شد با شهریور امسال جمع کن که این عدد میرسیم به 847 ریال و نسبت به 6 ماهه سال گذشته که 741 ریال تعدیل شده، بازم دارم عرض میکنم 14% رشد رو نشون میده. علیرغمی که ما 31% رشد در سود خالص داریم، ولی در EPS متاسفانه ما نسبت به سال قبل بیشتر از 14% رشد رو نخواهیم داشت. به روش TTM رو دارم عرض میکنم و نسبت به حالا فصل گذشتم که فقط 8% رشد کرده، یعنی ما این 781 ریالمون داره میشه 847 ریال. نکته بعدی چیه؟ توی ارزش گذاری راجع به یک موضوعی صحبت کردیم، گفتیم اگر قرار باشه که امروز که قیمت سهم 5450 ریاله و قیمت پی بر ای داره 6.98، حالا بگیم 7 داره به دست میاد، در واقع این قیمت 7 برابر این EPS 781 ریالی ماست که شده 7. اگه قرار باشه که این پی بر ای 7 باقی بماند، ارزشش همینقدر باشه، به 6 تنزل پیدا نکنه، تا 10 هم افزایش پیدا نکنه، قیمت این سهم چقدر میارزه؟ اگه بخوام یک همچین فرمولی رو حساب بکنیم، ما به عدد با فرض 847 ریال رو دارم عرض میکنم، بیام اینجوری حساب کنیم، بگیم مساویس با این 847 ریال رو ضرب در 6.98 بکن، میشه 5909 ریال که اینجا نوشتیم. پس اگر قیمت EPS به روش TTM ما 781 ریال باشه و قبول کنیم که این 5450 ریال منصفانه هست، این EPS از 781 ریال تبدیل بشه به 847 ریال، این قیمت منصفانه باید بشه 5909 ریال. حالا 5910 ریال چقدر رشد میکنه دوستان؟ از 5450 ریال ماکسیموم تا 5900 ریال میتونه رشد بکنه. آیا ارزشش رو داره بخریم این سهم رو با این قیمت 5450 بخریم؟ اگر نه از خیرش بگذریم. ولی فرض دوم اینه که
قرار نیست EPS روی 6.98 باقی بمونه. اگر قیمت روی همین عدد باقی بمونه پی بر ای چند میشه؟ اگه قرار باشه EPS به روش TTM به 847 ریال برسه، قیمت همین 5450 باقی بمونه، نه افزایش پیدا کنه نه کاهش پیدا بکنه، در این صورت پی بر ای به 6.44 کاهش پیدا میکنه. پس ما قیمتمون کاهش پیدا نکرده ولی پی بر ایمون داره کاهش پیدا میکنه. این نکته‌ایه که بسیار بسیار تاکید دارم روش و بارها توضیح دادیم ولی شاید خیلی‌ها متوجه این موضوع نشدن. کاهش پی بر ای همیشه با کاهش قیمت محقق نمیشه و دوستان توی خیلی از کانال ها دیدیم که میگن پی بر ای این شرکت 7 6 خیلی زیاده، باید قیمت پایینتر بیاد تا پی بر ای کاهش پیدا کنه. خیر، همیشه قیمت پایین نباید بیاد. اگر من بدونم EPS اونقدری رشد میکنه که با رشد مخرج این کسر پی بر ای باعث میشه نسبت کاهش پیدا بکنه، قیمت حتی اگر پایین نیاد، حتی اگر یک مقداری بالاتر هم بیاد، ارزنده هست. اگر در همین مسیر قرار داشته باشه که حالا عرض کردم تحلیلش رو باید بکنید، در مورد فامیلی صدق نکرد، اونقدر EPS سعودی نبود که این اتفاق براش بیفته، ولی ممکنه در مورد بعضی از نمادهای دیگه این اتفاق براش بیفته. پس این یک نکته. اما فرض رو بر این بگیرید که ما EPS مون همین عدد باقی بمونه توی 6 ماهه 847، ولی قائل به این باشیم که خب در مقاطعی پی بر ای این شرکت پتانسیل این رو داشته که تا 10 هم بالا رفته، حالا نگیم 10 تا 9 شاید بتونه بالا بره. اگر پی بر ای این سهم تا 9 بره، یعنی سقف ارزندگیش رو بخوام حساب بکنیم چقدره؟ اینجا کافیه من بیام بگم که مساوی است با 9 ضرب داره این عدد 847 که EPS به روش TTM این شرکته، که در این صورت به عدد 760 تومن میرسم برای ارزندگی نماد فامیلی، مشروط بر این که بپذیرم در یک مقطعی که اوجش باشه پی بر ای این شرکت به 9 هم حتی برسه. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه. یک مقداری مباحث پراکنده شد، یک مقداری ثقیل بود، ولی حداقلش ایده رو بهتون داده باشه. اگر که علاقه‌مند بودید با دوباره و 3 بار دیدن این ویدیو ابهامات رفع بشه، اگرم سوالی بود بپرسید، توی کانال خدمتتون هستم توضیح میدم. ضمن اینکه یک سری مفاهیم رو سعی کردیم توی اینجا توضیح بدیم، قرار بر این شده که نوری رو هم با همین سیاق تحلیل بکنیم تا باز هم تمرین دیگری باشه برای اینکه بیشتر یاد بگیریم این مبحث تحلیل بنیادی رو و EPS رو و پی بر ای رو. امیدوارم که تو اون ویدیو تلاش کمتری رو بکنیم برای توضیح این مطالب. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.